میرسد فوراً به گوشم الله‌های مادرم. زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما. امروز ما آمدیم برای تبریک نوبتی به خانواده تاجیانه، برای تبریک کردن مادر مهربان، مادر غمخوار و مونس را، البته از صمیم قلب از نام فرزندان، از نام جگربندان که در اینجا هستند، در مسافرت هستند، تبریک کرده آن لحظه های خرسندی را همراه شما به هم می‌بینیم. با ما باشد. رفته اولا بار السلام علیکم مهمانان، میزبانان عزیز، پدر و مادران مهربان. من امروز در این خانواده یکی از مادران مهربان، مادران فعال دهه عزیزمان، یک روزی خرسندی، یک روزی خوشبختی، فاتحتوی دخترک آخران خود را، البته نیز زادروزی 17 سالگی جشن یوبیله خود را جشن گرفته ایستاده. اگر کسی که بلند زنه نگر تاجی خاله را تکلیف میکنه. مرحبا مرحبا. نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشی عشقم. تاجیانه السلام علیکم، زادروزتان مبارک. امروزه bayram را، امروزه مولود خجسته را یک بار دیگر مبارک باد میگیم. شما را از نام تمام فرزندهایی که با یک مهنتی حلالتان، با یک زحمت‌های زیاد، با یک مهنتی حلال که چند سالها برای فرزندها خدمت کرده، تا حال در مهنت هستید، تبریک میگویم. نفرانی که در مسافرت هستند، در مسکو هستند، در دیگر دولت‌های خارجی هستند، از نام آنها تبریک میکنیم. گفتم که برای ما بعد از که در گذشته پدرمان هم پدر هم مادر شده، تا حال در خدمت هستند. من خودم گواه آن گشتم که انمی خاله جان عزیز ما یک بار جیم نمیشنند، هر وقت در هر کجا کار میکنند و البته یک لقمه حلالی که یافتند، یک آن چیزی زیبا را یافتند، به هم میبینند بهر فرزندانشان. شعله از آتشی آتش پرستان مادرم، موج مویهای سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامان بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید زی سوزش های دل، در غم من کوچه خندان خانه گریان مادرم. مادر عزیز زادروزتان مبارک. حاضر همراهی آن فرزندانتان که در مسافرت هستند تا آمدن هم صحبت شدیم. گفتند که یک تا شعرتان هست، هر کجا میخوانید دیگر جایها با یک تا همه برای مادر جان من، البته bizde ona canımız için teşhir Ali şeriz var. Oşana aytıp verin. İşlerim yoruşup ketse gelme gel. Gamlarım etse bütün hal, dünyanı bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Qo'lidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo etmagan hamon, onamni Makkaga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuyim ushalmay ketmasa qolib, yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onamni Makkaga olib boraman. Men yomon u yaxshi ko'rgani haqqi, bormasam kelib hol so'rgani haqqi, jonidan menga jon bergani haqqi, onamni Makkaga olib boraman. Ta qarsaki baland zanay برای تاجیانه. تاجیانه زادروزتان مبارک. امروز شما لایق هستید به این روزها، برای این خیلی بزم‌های زیبا. من تا دمی الان خیلی پیری هم برای هر فرزندانشان، برای هر یک جگربندانشان خانه و در قصرهای زیبا ساختند. بگذار الان خیلی قصرها لایق شما باشد. حاضر برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. اگر باید قرصه که بخوازنیم اگر برای آن جانشان تقدیم میکنم برای مادر عزیزشان. مرحبا. مبارک باشد. مانند گلها همیشه شکوفان شده، زیبی دوران شده گردید. مبارک باشد. البته در اینجا یک پرتریت کلامه است، پیش مهمان ها با میکشویم پرتریت. مرحمت کشوید.
مجسمه یک عائله کلان در این پورترت البته قبول کردگیت مبارک باشد. زادروز مبارک، روزی خورسندی را مبارک باد میگیم. گیرید از دستشان. حاضر من برای زر و زیور خاندان ما تلای نبیره های شیرین آنا جان دعاگوی ما با مادر عزیز و غمخوار ما با خودشان تلای خاندان ما هستند. گفتن برایشان یک انگشترین تلا یعنی ازوکی تلا من در دست کلید پاشایشان هست. اگر باید قرصه که بلند دادش که شود اگر به این گذاران دستشان با مرحمت. مبارک باشه. یک بار دیگر تاجیان زادروز را مبارک باد میگم. اینها ابنه خیلی که خورسند هستند از این بزم زیبا، از این روز خورسندی خوشحال هستند. یعنی بار شکرانه کنید، سپلگن کنید بلندشن قلبمizdan. قلب qarindoshlar nomidan, aka ukalar nomidan, yaqin qarindoshlar nomidan tabriklaymiz. Dunyodagi eng ezgu umidlar, eng yaxshi niyatlarni sizga tilab qolamiz. Dunyo boricha turing farzandlar, nabiylar vaqti kamolini ko'rib, mana shunaqa kunlarga kelib sizni tabriklash nasib aylasin. Chiroyli kunlarda, esda qolarli kunlarda, albatta shirin tortlarsiz tatmaydi. Bugun biz hayajonimiz uchun chiroyli shirin tort olib kelganmiz. Agar tortlar tayyor bo'lsa, oldinlarga olib kelamiz. Birgalikda tortlarni kesib, undan tanovul aylaymiz. Marhamat. Happy birthday.
شمعش کده یک جایه یک تا کارده درست کنید شمعهایش را خاموش کنه بعد از آن این شیرینی را میکنیم مبارک باشد مرحمت کارده درست میکنیم زادروز مبارک مادر جان ما نزدیکتر تکلیف کنیم دیارا بانو امروز فاتحیت هایشان است پیششان برفته تمام کنید دعا گیرید از تاجیانه شما هم خیلی آیله خوشبختری نصیب کند تاجیانه مرحمت مبارک باشه کنه از زانکش هم مغزش شیرین میگه نه بیره ها یک قطار شیرین میگه در اینجا بیا یک تانه جانشون رو تبریک کنیم بعد از آن نوبت رو برقص و بازی به خورسندی میدیم مرحمت رنج دنیا برکشیدم ارزشی مادر نشد سیم و زر را برکشیدم قیمتی مادر نشد آنچه خوردم در لذیذی در تمامی عمر خود لذتی شیری سفیدش قیمتی طلا نشد صد هزاران صوت و همت جمع کردن آنقدر هیچ کدام فارمه چون الله مادر نشد السلام علیکم مهمانان عزیز من امروز زادروزی آنجانی من می باشد من آنجانم را از نام خودم و از نام اهل عائله فرزندان نبیره ها تبریک و مبارکباد می نمایم ما می خواهیم که آنجانم در یعنی ما فرزندان صحت و سلامت باشند می خواهیم که 100 ساله شوند و پس از آن پیر شوند مبارک باشد مرحمت ona bor dunyoda yashash boshqacha onaning tafti-yu mehri boshqacha kirsa hamki 90-100 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha yashaydi onamiz bizlarni o'ylab tun u kun xudodan baxtimiz so'rab onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab ona bor hayotda yashash boshqacha odamda martaba obro' bo'lsa ham qo'lida millionlab puli bo'lsa ham yonida otasi hayot bo'lsa ham ona bor dunyoda yashash boshqacha بله rahmat aka onajonasini qarshi kunib marhamat maqtunam خیلیش نباشد مهمانای عزیز یک جایه خورسندی کرده امروز زادروز را با یک درجه اعلی گذرانیم همه همینجا بوده که شما یک تا همراه تاجیان شروع کرده ما سندکه را تبریک کنیم مادر مهربانه امروز ما از آمدیم که مادر جان انمی تاجیانای عزیز را تبریک کردیم یک تا نیت های نفس و نیکی فرزندها را شنویم مرحمت assalomu alaykum assalomu alaykum man chimego mana modarizor mana noqa qadishkati baror kada ilen sad badriyam orda osin nevara evara chevara ya binam man sad badro modari ma yoni mama gardan iloyim modarizor Hoşet Tam böyle köprüler gibi. Kim bu yok, kim yok. Bu konulara yetenler bu hep bakalım. Ben onlarla kuduramam. Rahmat.
چون یک فرزندانه بره ها هم مامیان آنجان عزیز به نزدیکتر ایستاده رسم گیریم بعد از آن رقص و بازی خورسندی را دوام بدیم.
باز یک روزی غم و شادی گذشت در تلاش قسمت و ناموس و نام. بیننده های عزیز ما، این بودن یک لحظه خرسندی که بسیار هم گرم و زیبا ما را پیشواز گرفتند. در این خاندان مهمان شدیم. مادر مهربان، مادر عزیز، غمگسار و غمخوار و بسیار هم مادر مهربان و چشمه مهر و محبت. امروز تاجیانا را با جشن 71مین میلاد عمر تبریک کرده. آن لحظه های خرسندی را با همراهی شما با هم دیدیم. مانند همیشه و همه وقت با ما باشید. با شبکه شهنان صحتمند و سربلند باشید. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟
بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایا
جانم حلاوت